کجایی تو؟ سامان من الان میدون تحریر در مصر هستم. همه رو داشتن. همه اینایی که گفتی ها داشتن. داشتن؟ خب بله داشتن. تو من کجایی؟ میدون تحریر در مصر وسط قاهره هستم. پس اینا چه دردی داشتن ریختن تو خیابون؟ الو، اینجا بسیار جالب است. جالبتر هم ممکن هست بشود. یه چیز جالبی که باید به شما بگم این است که اینجا لباس شخصی ها سوار موتور نیستند، بلکه سوار شتر هستند. راهپیمایی سکوت مکوت نداریم، بلکه مردم تو خیابون ریختن و میگن مبارک مبارک، تسلیت تسلیت. به نظر میاد که آقای حسنی جون هر شب با آقای احمدی نژاد، دکتر سید احمدی نژاد مشورت میکند از این چیزایی که حسنی مبارک همزمان گفتش که اگه تشریف ببره در مصر هجر و مجر اتفاق میفته. همون جوری که میبینین خلاص حبیبی نخه ماشاءالله یورسلف. همین جوری که میبینین البته هنوز تشریف نبرده و هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده به اون صورت. سامان اربابی، صدای آمریکا، قاهره.